سلام دوستان، من مستر آرنولد هستم. اومدیم با یه ویدیو دیگه. میخوام بهتون یاد بدم که چطوری مثلا تبورز کنید. مثلا الان مثلا نزدیک به ورود کنید. دیگه نه. مثلا یاد بدم. ببین اولین کاری که باید بکنین میرین داخل علامت بذارم. داخل عکس پیام داره. خب بعد که رفتین میرین داخل این رفتین. میرین روی میتونیم این علامت بذارم. میری این سبز هستش. خب بعد که داخل این نوشته ببین تلپورت. این تلپورت کنم کار نداریم. این تایم، این اولی نه، دومی نه، خدا سومی. و اینجا نوشته دی روز میر شب روز غروب شب این همه داره. مثلا این بزنین بعد اینو بزنین شب شد. الان شب شد. ببینین که شب این پیام واسه اومد، این پیام خط بکشم براتون. این پیام واسه اومد یعنی شب و روز شد. شب و روز اینا تایم عوض شد. بعد الان من دوباره بزنم من تایم هم روز کنم. میذارم روی دی، دومین دی روز. بعد میذارم روی این علامت بذارم. یا چیزی علامت بذارم. میذارم روی این دیگه. میذارم سبز اینجا هست. میذارم روی سبزه و روز میشه. این ویدیو خوشتون باشه. اگه خوشتون اومد ویدیو لایک کنین، من فالو کنین و من کامنت بذارین. فعلا خداحافظ.